اما سعیده سیراج‌الدین رو مخلصان میگن که پیش از اون که هنرمند بود گویا که نان میفروخت. این نوزه تا کجا حقیقت داره؟ بسیارشان تنفروشی میکنن، ناموس میفروشن، فرزنداشون هم میفروشن. چیکارم؟ جای عیب نه، جای ناموس نه و نان فروشی عیب ده. میدونی چند پیش یک آوازه شد که گویا که از شوهرتون جدا شده اید. ترکم کردیم رفتیم و با در کار شود ترک میکنم. شما رو محض با نمون گردنک زنی ها میشناسن. همون حرکت ها و همون احساسات ها در همون سرود، در همون مرور، در همون وقت و زمان بود، دیگر تکرار نشد. برای چی نمیکنید از کمتر شرم میکنم. گفتم مهرفروز یگان اپای خواهر نداره، تقام دا به تینگاش گفت خودم نمیشم. من به کمک کسی نیاز ندارم. من در زندگی برای خودم هم زنم هم مرد و برای نوردین موسوی جان هم پدرم هم مادر. یکی همین عصبای سعیده 360 گرادوس تو میخوره و تمام دیگه سعیده میشه و جنگ میشه. و میگن سعیده گنده، بر گندگی خودشون میبینن. ما میگن پیش رو قفو میرم، پیش رو قفو. ای خدا، از همونجا دیگه گوش کشیدم. من با تلفن باور دارم گپم نمیزنم. برای چی؟ کلانسال بدن یا که پسندتون نیامدن؟ میتوان سعیده سیراج‌الدین رو بانوی خوشبخت نامید؟ از روزی که مادر نوردین موسویرم، بله بانوی خوشبختم. یک روز چه شد که خیلی زنگ جواب دادم. هم خیلی آواز فارم، آواز شیرین که گپ زدیم. بعد آمد خواهرچم میده بود. بعد گفتم برو کن تو بین. بعد شیرینی آورده استم خیلی. گفتم چخه؟ خواهرچم سین من گفت ویشی. ولی در یک صحبت گلدونه علیارزاده آوازخوانش نقطه قید کرد که قبل از آنی که آوازخوان بود گویا که شفیار شما بوده. از این آواز حقیقت داره؟ شما از مویهای نالازم رنج میکشید یا در مهاجرت از درد میان و پا و دست، خنک زدگی، پروستات، سوس بودن مردانگی، عصب و ریختن موی سر رنج میکشید؟ پس برای صفت خوب رو به دست آوردن تنها با این رقم ها تماس گیرید. سلام مخلصان و بینندگان اشدی برنامه های جالبی کانال توجیکان گروپ. برنامه نوبتی چهره آشناس تقدیم شما و میدونید این لحظه مهمانی ما کیست؟ یک تن بانوی خیلی زیبا، هنرمند محبوب، هنرمندی که با ترانه های دلنشینش نه تنها در تاجیکستان حتی بیرون از آن مشهور است و خیلی مخلصان زیاد دارد، او را دوست می‌دارند. خانم نازنین سعیده سیراج‌الدین، خوش آمدید به برنامه. زنده باشه. و ما با سعیده بانو یک برنامه قبلا تهیه کرده بودیم و مخلصان زیاد خواهش کردند که بسیار سوال های ما که هنوز سعیده بانو جواب نگفتند و در برنامه سال نوی خود او رو دعوت کردیم و کوشش میکنیم که این برنامه ما از برنامه قبلی فرق کند. سوال ها کمی جدی میشوند، صحبت ما جدی میشود و سعیده بانو نیز کوشش میکند که به سوال های ما بدون دروغ پاسخ گویند. یکی دروغ شد. من میدونم که شما دروغ گفتن رو دوست نمیدارید و سال نو میلادی 2022 مبارک باشد. تشکر عبدالرحمن جان، و شما نیز مبارک باشد. خدا کنه در این سال نو همه آرزوهای همه ما جمعه عمل باشد، سربلند و سرفراز باشه. و اگر مخفی نباشد شاید بسیار مخلصان میخواهند که مچل شما چی است در سال نو است. من در اون برنامه گفته بودم مار. زنده باشه. و میدونید بسیار مخلصان یک سوال دادن به من و تمام مردم تاجیک آوازه هست که میگویند که اکثر هنرمندان قبل از آنی که هنرمند میشوند با یگان کسب و کار دیگر مشغول هستند. بعضی ها رقاصه هستند، بعضی ها تاجر هستند، بعضی ها از شوهر جدا میشوند بعد هنرمند میشوند. اما سعیده سیراج‌الدین رو مخلصان میگویند که پیش از اون که هنرمند بود گویا که نان میفروخت. این آوازه تا کجا حقیقت داره؟ من میدونم بسیار این گپا را میشنوم، در همه جا مینویسن، با زیل مینویسن که پس میزنن، تحقیر میکنن. و من نیز میخواستم که در یگان برنامه همین سوال بیاد و منم جواب دیم. این آوازه دروغ است. چخیلی که من گفتم ما خورد بودیم که پدری ما گذشته بود در پیش خانه، اما در مرکز دوشنبه جایگیر است. مادرم یادتون باشه اون سالای همین 99 2000 سالچه بوده که زنکا سودا میکردن در هم پیش خانه و چند سالچه داشتن و سودا میکردن. یک تا دو تنه 4 فرزنده به همون سالچه کلام میکردن.
نه که من نمیدونم برای چی مرا میگن که نوفروش بود در بازار. من دیدگی نیستم حتی. من فقط مکتب خونم من همین تربیت یافتگیم. در بری اوچم یک زنک ازبک زنک نون میفروخت. بخه یک دیگر شب بروشان نگاه میکردن. نه که منم در حیرت میمونم، غضبی هم میشم برای چی پس میزنن، گپ میزنن وقتی که بسیارشان تن فروشی میکنن، ناموس میفروشن، فرزنداشون هم میفروشن. چیکارم جای عیب نه، جای ناموس نه و نون فروشی عیب بوده. مگر چی گوره یک قدر آدم آسمان دیدگی بود. بله درست است. اگر که نون فروش هم که میبودن چی جای عیب بوده. برای همون یک بردنان ایمانشون فروخته استیان کار. بله. و قبل از اون که سراینده شدید باز یگون کسب و کار دیگر داشتید؟ نه همین که در همین صنف ششمی مادرم در چهوری مونده بودن. قدر یاد نگرفتم. بعد که شوهر کردم شوهرم آوردن در چهوری موندم با یاد نگرفتم. انا اکنون درباره شوهرتون قصه کردید. بسیار مخلصان میخواهند دونن که مخلصم شوهر من. شوهر شما کیست؟ چگونه شناس شده؟ چگونه ولادار شده؟ کدام سال بود؟ گفت دادم به این برکو 2016 یکمی ینوری 2016 توی شدیم. کم بیشتر از این شناس شده بودیم. و حال و زندگی چگونه است؟ شکرانه الله زندگی ساز خوب. میدونید چند پیش یک آوازه شد که گویا که از شوهرتون جدا شده اید. اکنون عبدالرحمن جان خودتون نغز میدونین که مردمی ما نغز ببینن. هر روز ما را شو میتین، هر روز ما را جدا میکنن، هر روز ما را میکشن، با زنده میکنن. یگان نویگری نیست. و بسیار آوازخوان‌های جوانی ما زن دوم میشوند به خاطر آنه که شوهر آنها به آنها سرپرستی کند، کمک کند، و یگان ثروتمند رو میگیرند، سن و سالش رو نگاه نمیکنند. شما چی؟ مخلصانی عزیز، اگر شما خواهید که برنامه‌های جالبی ما زود پیشنهاد شما شوند، پس با سلکه زیر ویدیو سرپرستی ما ادینکس در اومده رجیستریت کنید. شما سرپرستی یا کمک میکنن؟ نه من خونشین کرد که خونشین کرد تماما از صحنه. ایمان یک چیز هست، من فقط به فرمان دلم. من دوست داشته گرفتگیم و به همین خاطر هر چی که در زندگی ما شد و می شود از دوست داری. میتوان سعیده سیراج‌دین رو بانوی خوشبخت نامید؟ از روزی که مادر نوردین مصورم، بله بانوی خوشبختم. یعنی فرزند شما زندگی شما رو پررنگ کرد، شما رو خوشبخت بله. کرد. و یک زمان من شنیدم که زمانی که شما خیلی محبوبیت داشتید، الان ندارم. حالا هم شما رو دوست می‌دارند، ولی این زندگی اویلوی تولید فرزند شما رو یک مدت از صحنه دور کرد. این رو هم ما میدونیم و این معمول است که اگر هنرمند یک ماه از صحنه دور شود، علاقه مخلصان گمان میکنن که او ترک صحنه کرده است، ولی چنین نیست. بسیار مشکلات اویلوی میشوند و هنرمندان بغیر از آنه که برای مخلصان ترانه میخونن، این چنین زندگی پس پردگی دارن. نه بچه‌م هم حافظی داره. بله، من این مخلصان عزیز آوازی سرچه سعیده سیراج‌دین است که صدایش رو شما میشنوید. و یک وقتا شفیاری الهیده داشتید، خودتون ماشین نمیراندید. از روی بعضی آوازه ها در یک صحبت همیشه شنیدیم. کی بودن همون شفیاری شما؟ نه من رانندگی را عموما دوست نمیدارم، چون من میترسم از ماشین. برای همین من حواسی ماشین هایکونی راننده بودم. برای شفیاری مخصوصا من نداشتم. ولی در یک صحبت گلدانه علیارزاده آوازخوان شناخته قید کرد که قبل از آنی که آوازخوان بود گویا که شفیاری شما بوده. از این آوازه حقیقت داره؟ نه حقیقت نداره، چون گلدانه شفیاری من نبود. گلدانه اپا میگفتم اون دوستی من و دوستی اویله ما بود، شفیاری من نبود. من گپی دروغ نغز نمیبینم. گلدانه با خودش پیش از اون که حافظه بود یک زنه که چه گم با اراده هم در زندگی مرد جسور بود، هم زنی جسور بود و احترامش میکنم به همین خاطر. یعنی رشته شفیاری من نبود. همکاری دوستی داشتی؟ داشت. حالا چی؟ حالا هم کس شده میکنم. بله. نفهمیدم که گلدانه قطیمه میگشته نه حافظه شد. و بسیار آوازخوان ها بین یکدیگر رقابت دارند، بعضی ها دشمن دارند. شما احساس کردید که یگان هنرمند مشهور با شما دشمنی کند، کسی بدبینی داشته باشد؟ نه، یک عجایبش در همین است که هنرمندایی که مشهورن در زندگی یک موقع جای خودش دارن، اونها با همون زندگی و رنگ من و کار خودشونن. بسیار وقت همونایی که در نظر نمیتابن همونا دشمنی میکنن، کار دارن. بله.
اونایی که در زندگی موفقن اونا با زندگی با کار خودشون. در یک صحبت روزنامه‌نگار شناخته میرافروز نیمانزاده قید کرد که آه گویا که شما سبب شدید و او به شوهر برآمد. انیخترش زنی تقوی شما است، ینگه شما میشه. بله اون نیز با من دوستی داشته. من با او هم خیلی باوری میکردم که در بسیار اینترویو حتی من اینترویو نمیدادم، میگفتن مهرافروز خودت به سوالات جواب بده، چون خیلی من نمیدونست. بعد تقوم یک بسیار بچه همین کارچران و بچه عجایب بود و 31 درفت زن نمیگرفت، فقط در مسکو بود. بعد اینا نشان دادیم و نشان دادیم نه اینش نه ویش نه. بعد ببین گفت اگر همین از زنتی گفت من میمورم و از تو خفه میرم، از بینش خون آمد. بعد گفتم همین یک تای دیگه شناس دارم همراه کنی پرسم اکم مهرافروز خودش کلینکو نبودیم. گفتم مهرافروز یگان اپای خواهر نداره تقوم دا بتینگاش گفت خودم نمیشم. گفتم چی منه بیا تقوم ببین اگر دیگر معقول کردین مایل. همین روز شنبه شناس شدیم در چیکن که تقوم شناس کردم و روز یک شنبه یک هفته پس عروس فرآوردم. بله من سبب شدم. و در چند برنامه قید کرد که گویا که از شوهرش جدا شده است یا جدا می شود. شما در این اکنون با زندگی شخصی اونو من کار ندارم. بله. و سیده بانو اگر رفت و زندگی رو بعد 10-15 سال خفا گردانم دوباره همین کسب رو انتخاب میکردید یا یگان کسب دیگر رو انتخاب میکردید؟ اگر رود 10 سال 15 سال برگردونن خفا یا که 10 بار دیگر به دنیا بیام قبول میکنم صنعتکاری. باز همین صنعتکار میشه. بله. یگان کسب و کار دیگر مهر و محبت به یگان کسب و کار دیگر نداشته؟ فقط همین صنعت. باوری ترکم کردیم و رفتیم و با در کار شود ترک میکنم، نه که در دل همیشه صنعت. و شوهرم فقط میگن سر ما در سنگا میزنم این خیل میکنم که تو دیگه سیده سیروجدین نگند بشینی در خانه تو با میروی سنیاموسو میکشه او خون حرامه خون. بله. بسیار هنرمندان از خدمت پرودیوسر استفاده میبرند. شما رو من فکر میکنم من ندیدم، شما استفاده میبرید یا نه؟ نه استفاده من نغز نمیبینم، باز چه دستی کسی باشم من نغز نمیبینم. وقتی با من یگون چی گپ میزنن و گپ میگذارونن و اهمیتاً بسیار همین آدمان فعلی ندارن که یک خشینن و خوش معامله خطیت گپ بزنن، کوشش میکنن که نه یک خواستی خودشون با تو گذارونن. بعد یک که همین عصبای سیده 360 گرادوس تو میخوره و تمام دیگه سیده میشه و جنگ میشه و میگن سیده گنده بر گندگی چون میبینن ما میگن. من در یاد دارم که سالهای 2007-8 خطا نکنم وقتی ترانه گلبابا و سفر رفتی برآمد همگی همین ترانه های شما را گوش میکردن و بسیار مخلصان همین خیلی واضح پنج شد که گویا که شما یک دختر مغرور هستید، به قول دختر جنگره میگویند. نه همین چیز بود در شما؟ نه نبود. من فقط در چند برنامه هم گپ زدم کمتر در مسئله با من گپ زنی و چخچخ کنی و شوخی کنی جدی ترم. کمتر در مسئله که من با اینو با اون رفتار کنم و گپ زنم باز جدی ترم و از زبان روسی زمکنتی ترم. من از این جهت ممکن به من مقصد من اگه با شوخی به عزت نفس شما رسد نمیکنم و نمیگذارم که شما نسبت منم کنید و یا با اینو با اونو شوخی کنم و هر خیلی گپ زنم نمیکنم. از این با میگن که وای جنگره یا مغرور. اگر هر کس عزت خودش دونه و جای خودش دونه مگر این مغروری حساب میشه؟ نه البته. و زمانی که شما همکنون روی صحنه اومده بودید یک دختری خراب لاغر ولی زیبا بودید. حالا بزرگ شدیم. نه شما هنوز اکنون نه باز زیباتر شدید، باز شکفته. من این لباسی زیبا، لباسی سالی نوی میدونید اون حرکت ها، اون رقص و بازی هایی که مثلا 10 سال قبل میکردید حالا من نمیبینم. کنسرت شما رو من یاد دارم در کاخ باربد همراه غریب شو کمپانیا بود، سرود گلباباغ بود. همون حرکت ها خود از خود به وجود آمد یا اینکه یگان کس به شما نشان میداد؟ شما رو محض با همون گردنک زنی ها میشناسن. همون حرکت ها و همون احساسات ها در همون سرود، در همون مرور، در همون وقت و زمان بود، دیگر تکرار نشد. برای چی نمیکنید از کمتر شرم میکنم؟ نه از یگان چی شرم میکنم؟ شما در این سوالتون اول خودتون جواب دادین. 15 سال پیش یک دخترک بود طلبه مکتب میانه، الان یک زن است، مادر است.
جواب میدونید یک ترانه برای مردم غرم بچه غرمی سرایده درخواستی بود یا اینکه نه این درخواستی بود. ما با همراه اپای جمیله کریمه با یک توی رفتیم. در اونجا همین یک تویدار با ما هم صحبت شده، گفت که سیده جون، گفتم بله. گفت که برای یگان منطقه جمهوری سرود نخونده. گفتم نه، من نقض نمیبینم، تاجیکستان یک وطن است. گفتم برای چی من تقسیم کنیم غرم و کلاب و اینو. گفت که من میخوام برای غرم بخونی. بعد یک نرخه گفتم که اون راضی نشود، بایم شیردلی کرد و راضی شد. یعنی دو برابر اون نرخ داد. سرپرستی کرد بله. برای تهیه شاعر دعوت کرد، استاد خیراندیش مهمانداری کرد، خودش باور کرد. و وقتی که استاد خیراندیش با من سرود پیشنهاد کردم، من عاشق هر یک مصرع همون سرود شدم. بله و آهنگم از من بود، از من پیدا شد و همراه اکای شرف شکر آماده نمودن به من بدن سرای دمش و مخلصان هم خوب قبول کردن. به حد. میدونید بسیار هنرمندان ما کوشش میکنن که با رپرانی شناخته دویت خونن. شما چیز تصمیم نگرفتید؟ یگان پیشنهادها نبودن؟ پیشنهاد بودن، اما من کمتر گوش میکنم رپ. عذر زیاد برادران عزیز، من کمتر گوش میکنم. رفت و اگر فرض کردیم شون امسی یا بخش 24 یا یگان نفر اگر پیشنهاد کند، اگر یگان سرودی خوبه باشد که با مانند دیگر سرودی که کم گوش میکنم اونه که گوش میکنم، البته میسرم، چرا نه؟ راضی میشود. بله. و سه هنرمندی دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک کی را نمبر کرده میتوانید که پیوسته سروده ایشان رو گوش میکنید مخلصش هست؟ شادروان میگنه رو با استاد داورمند خالف و از جوانان اوکی. چی؟ از جوانان یگان اون نفر با شما صادق خالف. صادق خالف بهترین هنرمندان رو نمبر کردید. چون برای چی من این سوال رو میگم؟ همش دوست میدارم، نه که اینا رو زیادتر گوش بکنم. بعضی هنرمندان ما جوان هستن، باز هنرمندانی رو گوش میکنن که همسن سال آنها هستن، اون قدر تجربه بوی در ساحه صنعت ندارن. ولی نفرانی را که شما نمبر کردید سهم ایشان در رشد صنعت تاجیک خیلی نظررس است. بله. سیده بانو یگان چیز میتواند که شما رو پر از خانشین کند؟ دیگر تماما نه. دیگر روی صحنه نبرای. دیگر نه، عین زمان نه. اول میتوانست، اول میتونست، الان نه. برای چی از این نمیتوانید دیگر؟ فرض کردیم که برای که در زندگی من خودم هم مردم هم زن، برای این دیگر خانشین شدن نمیتونم. یعنی از سخنهای شما برمیآید که تمامی بار زندگی بر دوش خود شما است. بله. فرزندتون، خانواده، بله. برادر ندارید؟ دارم. کمک میکنن؟ من به کمک کسی نیاز ندارم. من در زندگی برای خودم هم زنم هم مرد و برای نوردین موسوی جان هم پدرم هم مادر. فکر نکنم که حتی پدرشم شاید نتواند اون مهربانی و اون چیزی که من برای بچم پیدا میکنم و حیا میکنم پیدا کرد. زمانی که نه روی صحنه آمده بودید، من میدونم که وقتی که یک هنرمند همکنون روی صحنه میبرد و مشهور میشود، بسیار جوانان اظهار محبت میکنن، زنگ‌های تلفنی میشوند، به ملاقات دعوت میکنن. چون این یگان خاطرات عجیب رو نقل کرده میتونید به مخلصان؟ یک بار همین من در بسیار جنجال میکنم، چون من دیر شوهر کردم و همین زنگا بسیار بودن، دعوت ها بسیار بودن. بعضا تا به خدا ببخشد میشد که حتی میفتم اگر حوض جواب نتین سر میکنم خواستگارو را. بعد یک روز چه خیلی شد که خیلی زنگ جواب دادم، هم خیلی آواز فارم، آواز شیرین که گپ زدیم. بعد آمد خواهرچم میده بود، بعد گفتم برای کن تو بین، بعد شیرینی آورده استم خیلی. گفتم چخه؟ خواهرچم سین من گفت ویشی. یک بعد از چند قبا گپ زدیم با مادرم، از کنسرت هم بودیم که اونم گفت که سیده خان عمکش با من گپ زد، گفت که ما خیلی یک بار شما دیدین، گفت چند ماه شد گپ میزنیم به تلفن، گفت شما یک بار جانی ما رو دیدین یک پسر بود. بعد من گفتم که نه ندیدم، من خیلی اجازه ندارم. بعد گفت که آخه چه صنعتکاری، گفت تو این قدر گپ زدن ندید، یک بار ببینین، گفت اگر معقول کنین یک دیگه، گفت ما به خواستگاری بیام. مایلش گفتم با همراه مادرم، البته همین نمی برای میگم پیش روم قفا میرم، پیش روم قفا. ای خدا، از همونجا دیگر گوش کشیدم، من با تلفن باور دارم گپم نمیزنم. برای چی؟ کلانسال بودن یا که پسندتان نیامدن؟ التماس دلم با پسرش هست.
امین اولین و آخرین ملاقات شما بودم. بله. زنده باشید. و در سال نو میلادی 2022 چی نیت و نقشه ها دارید که میخواهید عملی شوند؟ اگر نیت نقشه ها ارزو را گپ زنی عملی نمیشود. برای این مخفی بماند در دوام سال همش معلوم میشد. و در آخر تمنیات شما به مخلصان هنرتان و بینندگان برنامه چهره آشنا. تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. سربلندی خانه آبادی خدا کند در دل هر یک شما مهر محبت زیاد نسبت یکدیگر باشد و پیش از همه یکدیگر فهمی و احترام دل یکدیگر باشد. بله و سال نو میلادیتون مبارک باشد. در کارهای منبعد شما برای موفقیت‌های نو رو تمنا میکنیم و تشکر میگویم به شما که دعوت ما رو پذیرفتید. و بینندگان عزیز، شاید در کامنتاری ها می نویسن که کودک بسیار گریه کرد، اما گریه طفل در خاندان این هم فیض است، برکت است. برنامه ما من گفتم که از برنامه های قبلی با چند خصوصیت فرق میکند. شما هم برنامه را تماشا میکنید، هم صدای کودک زیبای سعیده بانو رو میشنوید. بار دیگر خوش آمدید. تشکر. و بینندگان عزیز، مهمون برنامه چهره آشنا بودند هنرمندی محبوب آوازخوانی شناخته که خیلی ترانه های محبوب دارد، سعیده سراج‌الدین. و شما با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید، زیرا دستگیری شما این پیشروی فعالیت ما خواهد بود. خیر تا برنامه های دیگر.